رسول الله علیه السلام فرمودند هیچ کسی را عملش وارد بهشت نمی کند. پرسیدند یا رسول الله حتی شما را؟ فرمود حتی مرا، مگر اینکه رحمت و فضل بیکران الهی شامل حالم گردد. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.